آوازخوان جوان 25 ساله تاجیک فروخ حسنوف با کسب 98 آواز از 100 آواز 100 عضو داوران در موسم پنجم آزمون آوازخوانی نوکفسیو میسته در شبکه تلویزیونی روسیه یک غلبه کرد و 5 میلیون روبل جایزه اساسی این آزمون را به دست آورد. بر علاوه سپانسر آزمون به آوازخوان تاجیک باز 1 میلیون روبل دیگر توفه کرد. مرحله نهایی آزمون شام 24 نوامبر سال 2023 نمایش داده شد. فروخ حسنوف این دفعه ترانه برونو مارس را اجرا کرد و با کسب 98 آواز دو رقیب باقی مانده‌اش در مرحله نهایی را شکست داد. فروخ حسنوف ترانه برونو مارس را چنین زیبا خواند که اکثر اعضای هیئت یکمان که 100 نفر بودند بالای میزها برآمده می‌رقصیدند و به خواننده تاجیک کف می‌کوفتند. حتی رهبر یکمان آوازخوان شناخته روس سرگئی لازارف و فیلیپ کیرکوروف شورتیور که او هم این بار در هیئت یکمان بود طاقت نکرده از جای برخاست و در هوای آوازخوانی فروخ کف می‌کوفت. فیلیپ کیرکوروف بعد انجام هنرنمایی فروخ حسنوف در حالی که احساسات خود را پنهان کرده نمی‌توانست خطاب به آوازخوان تاجیک گفت به صحنه هنرمند برآمد. آوازخوان‌های زیادند ولی هنرمند کم در کم است. آفرین به تو هنرمندی. اعلان پیروزیش را فروخ حسنوف با شعار تاجیکستان به پیش استقبال گرفت و وقتی جایزه اساسی را به او می‌سپردند گفت من افتخار میکنم که تاجیکم. من نشان دادم که تاجیک‌ها فقط استاد ساختمان نیستند، ما پرهنریم. من این پیروزی را به کشورم تاجیکستان میبخشم. گفتنی است که در طول آزمون فروخ حسنوف چندین بار تاکید کرد که او تاجیک است و برای این به صحنه میبراید تا همه دانند که تاجیک‌ها کیستند. از این قبل فروخ حسنوف وقتی بار اول در این آزمون هنرنمایی میکرد گفته بود که میدانم که تمام مردم تمام تاجیکستان و اهل عائله‌ام مرا مخلصی دارند. لازم به ذکر است که غالب آینده در این آزمون تصادفاً اشتراک کرده است. فروخ حسنوف عزم سفر امریکا داشت ولی استادش ظفر عبدالعلیموف برایش مشورت داد که اول قوه‌اش را یک بار در آزمون نوکفسیو میسته بسنجد. ظفر عبدالعلیموف که نیز یکی از 100 عضو هیئت یکمان آزمون بود ولی هر باره که شاگردش هنرنمایی میکرد او اصولاً ترک هیئت یکمان میکرد تا داوری عادلانه باشد و کسی او را به طرفگیری و قضاوت مغرضانه عیبدار نکند. فروخ حسنوف میگوید در وقتش زیر تاثیر ترانه‌های آوازخوان کانادایی جاستین بیبر پای به صحنه هنر گذاشت و تا حال مخلص این آوازخوان بوده میخواهد با او در یک صحنه هنرنمایی کند.